باختید که کامبک بارسای هانسی فلیک چی شد پس؟ این بازی رو بدون فیلیک و با 7 تا مصدوم و تو خونه خودتون اگه نمی بردید دیگه خیلی زشت میشد. آفسایدای میلیمتری داور نجاتتون داد وگرنه 4 تا میخوردید. حالا بعد 5 تا بازی یه بازی رو بردید، اشکال نداره، بذار دلتون خوش باشه. راستی آمار بردا مساوی که نشد هیچ، یکی دیگه هم افتادید عقب. این بازی برگشته، بذار بابا رافی بیاد، بازی بعدی داریم براتون. با 12 تا گلی که امباپه بهتون زده دیگه پدرتون نیست، رسما پدر بزرگه. به هر حال ما که انتقاممون رو گرفتیم. ببخشید دقیقا انتقام کدومشون رو؟ اونا هم به وقتش. یا حالا بهتره به جای چرت و پرت گفتن قبل بازی بره با همون یکی نیکل سرگرم باشه.